شما عاشقید یا ادای عاشقی رو در میارید؟ میخوایم جواب این سوال رو با توجه به کتاب عشق چیست دکتر ویلیام گلاسر پاسخ بدیم بر مبنای تئوری انتخاب. دکتر تو این کتاب یک قصه ای رو مطرح میکنه که خالی از لطف نیست شنیدنش و در واقع من یه کوتاه نقل قول کنم خدمتتون. توی این کتاب عنوان میکنه یک دختری است به نام آنت که در واقع آنت یه معلم مدرسه است و دکتر برای در واقع کارگاه ها به مدرسه ایشون رفت و آمد میکرده. توی این در واقع مراوده آشنا شدن با آقای دکتر گلاسر و آنت به مطب دکتر میره و میخواد که قضیه خودش رو پیگیری کنه، شخصی خودش رو، و مد نظرش میشه که خب حالا عشق چیه؟ من که این همه در واقع درگیرشم و یا عشقی وجود داره؟ رابطه خودش رو یه براندازی میکنه، میبینه 3 سال با یک آقایی به نام مارک توی رابطه است و این رابطه در واقع معنیدار نشده، یک رابطه‌ای به نام ازدواج شکل نگرفته. اون آدم تو خونه آنت زندگی میکنه ولی در واقع هر چقدر که میگه بیا منو بذار تو شناسنامه خودت و ثبت بشه، عقد بکنیم، ازدواج بکنیم، اون آقا یعنی در واقع مارک نمیپذیره این قضیه و هر بار به یک بهانه شونه خالی میکنه. یه بار میگه حالا بذار وضعمون بهتر بشه، حالا بذار من پول در بیارم، حالا بذار ماشین بخرم، حالا و ماجراهایی که در واقع این چنین اتفاق میفته و در نهایت هم آنت به این نتیجه میرسه که اصلا این آدم عاشق منه واقعا یا فقط داره در واقع مبنای روزانه زندگی رو طی میکنه که این اتفاق میفته. وقتی که جلساتش رو طی میکنه در واقع به این نتیجه میرسه که عشق، ما از دیدگاه استرامبرگ همین رو میدونیم، عشق کامل عشقیه که 3 تا رأس یک مثلث رو داشته باشه، یعنی صمیمیت، تعهد و هوس. آنت و مارک در واقع 2 تا رأس این مثلث رو با هم به اشتراک گذاشته بودن، یعنی صمیمیت و در واقع هوس و تعهد رو مارک زیر بار نمیرفت برای این قضیه. و بعد از اینکه در واقع پیگیر شد آنت گفتش که یا باید این قضیه تعهد اوکی بشه یا که من همچین در واقع مدیریت نمی کنم، بهتره که این رابطه کات بشه و یک رابطه 3 ساله رو که عملا اونها مثل 2 تا زوج با هم زندگی میکردن منهای فاکتور تعهد قطع کرد. و اینجا مارک شاکی شد که خب چرا همچین اتفاق افتاده. اما جالبه بدونید که شکایت اونم انقدر پیگیر نبود، یکی دو باری گفت و بعد گفت خب باشه دیگه، پس اینجوری که تو راحتی، خب خداحافظ و چمدونش رو برداشت و از خونه آنت رفت. اینجا آنت احساس پوچی کرد که خب یعنی همین بود و به یک نتیجه خیلی بزرگ رسید که نتیجهش واقعا جالب، همون سوالی که اول مطرح کردم. فهمید که واقعا مارک و آنت عاشق هم نبودن، بلکه اونا عاشق فیگور عاشقی یا عاشق شدن بودن، کاری که خیلی از ماها تو طول روز داریم انجام میدیم، ادا در میاریم. این تینیجرها که تازه بچهای در واقع نوجوان ما که تازه وارد رابطه ها میشن فقط دوست دارن که عاشق باشن، دوست دارن که ادای عاشق بودن رو در بیارن، میرن برای ولنتاین هدیه میخرن، تمام پولش رو میذاره کنار، میره هدیه میخره، بعد نمیدونم از خودش میزنه برای طرف مقابل، ولی طرف مقابل اصلا هیچ تعهد و حتی بعضا صمیمیتی هم نداره در کنار این آدم. خب چرا که واقعا همچین مسئله پیش میاد؟ حالا دیدگاه استرامبرگ رو باز با هم مثلث عشق رو کاملا بررسی خواهیم کرد. و توی این ماجرایی که برای آنت پیش میاد درد میکشه ولی از اون رابطه معیوب میاد بیرون. وقتی که میاد بیرون همچنان در واقع مراوداتش رو با آقای دکتر گلاسر داره و خب بعد طبیعتا وقتی از یک رابطه فرد میاد بیرون پیشنهادات آدم‌های مزاحم و آدم‌هایی که در واقع فرصت طلب هستن قطعاً پیش میاد براش و اونجا باز هم آنت با توجه به این پیش زمینه‌ای که گرفته که من میخوام عاشقی کنم و عشق رو یاد بگیرم، تمام اون پیشنهادها رو رد میکنه و در واقع نمیپذیره و پیشنهاداشون هم بیشترین تمی که داشته تم رابطه جنسی و در نهایت همین مسئله فقط فاکتور در واقع اون آیتم هوس رو پیگیری میکردن، رابطه هایی که پیشنهاد میشد. و بعد خلاصه توی این مراودات آنت کارش رو انجام میده، توی این برنامه ریزی که انجام میده در نهایت یکی دانش آموزی هست که حالا معلم ریاضیش بوده، خونش میرفته و این پسر در واقع یک پدری داشته که
پدر مادرش جدا شده بودن و با پدرش که مجرد بوده زندگی میکرده و اونجا این رابطه شکل میگیره بین پدر در واقع اون بچه و که اسمش هم ریچارد بود فکر میکنم و در واقع در نهایت با آنت وارد رابطه میشه. اما رابطه ای که میگیره تم جنسی به خودش نمیده و آنت براش سوال میشه خب چرا این آدم با من وارد رابطه سکشوال نشد و ازش که سوال میپرسه اونجا یه جوابی ریچارد بهش میده، میگه من تو رو برای وجود خودت، برای کنار من بودن میخوام، نه برای رابطه. و از اونجا به بعد که این رابطه شکل میگیره و اینا ازدواج میکنن، در واقعیت که اون عشق کامل رو آنت تجربه میکنه و نتیجه‌ای که داشت اینه که در واقع اون آدم هایی که ادای عشق رو در میارن باید یه روزی بکنن از اون رابطه هایی که پشتش همش ادا در آوردن باشه تهش رابطه نیست، فقط میاد یه رد پا میزنه توی وجود تو و با جای پایی که تو میمونی و اون جای پاهه و در نهایت مجبوری که با آدم‌های مختلف زندگیت که در واقع سر راه قرار میگیرن مدام مقایسه بکنی و در واقع یک مسیر معیوب رو ادامه بدی. پس اگه آدمی رو تو مسیرت داری که عشق اشتباهی هستش یا اینکه ادای عاشقا رو دارین در میارین، دیگه یه جا باید بگی اناف، کافیه این ادا در آوردنه، باید من تمومش بکنم و از اینجا به بعد باید خودم باشم. نترس، برای تو هم یک عشق واقعی حتما وجود داره. اگه تو عشق واقعی یک آدم باشی، قطعا اون هم برای تو یک عشق واقعی خواهد بود. امیدوارم که همه با تمام وجود عشق کامل و واقعی رو درک و تجربه بکنن. موفق باشید و پرتوان.